چارچوب دروازه است. سید محمد قریشی، فریبرز گرامی، شایان مصلح، فردین یوسفی، محسن آذرباد، کمال کامیابی نیا، امیرحسین جدی، پدرام قاضیپور، مجید علیاری و امید لطیفی. در سمت چپ میلاد زکیپور خوب میبینه رامین رضاییان رو، فرصت داره رضاییان، ارسال انجام میده، فرصت هست، یه بازیکن اضافه میشه. کاکوتا توپ رو به بالای دروازه میفرسته. بهتر از اینا میتونست از این فرصت استفاده کنه. توپ خوبی نصیبش شد، تماشایی بود پاس زکیپور، حرکتی که رامین رضاییان انجام داد، یه تاثیر رو توپ گذاشتن. فضای خیلی خوبی داشت کاکوتا، اما ضربه آخر خوب نزد. خود کاکوتا، زکیپور حرکت تماشایی رو انجام میدن، فرصت برای استقلال هست. دومین خطر جدی رو روی دروازه ذوب‌آهن ایجاد کردن. 20 دقیقه از زمان بازی رو پشت سر گذاشتیم. سوت داور به صدا در میاد. رامین رضاییان ارسال انجام میده، ضربه سر رو موفق‌تر فریبرز گرامی میزنه. سامان فلاح پاس بلند برای گوستاو بلانکو، یه تاثیر توپ میذاره، این کارا رو خیلی خوب انجام میده بلانکو. اسلامی، کاکوتا حرکت قشنگی اونجا انجام دادن، بلانکو میتونه به توپ ضربه بزنه، اجازه کار رو بهش ندادن. جدی رو استقلالی ها روی دروازه ذوب‌آهن آوردن که به گل نرسیدن. سید حسین حسینی هم با فرزند خودش در ورزشگاه حاضر هست و بازی رو از نزدیک داره تماشا میکنه. تیم خطرناکی استقلال رو تو پای هوایی، یه ارسال بلند، پارسا جعفری اشتباه میکنه، توپو از روی خط دروازه برمیگردونن بازیکنای ذوب‌آهن. تو این نما مشخص خواهد شد که چه اشتباهی کرد اونجا پارسا جعفری. شایان مصلح بود که اجازه نداد دروازه ذوب‌آهن باز بشه. نزدیک بود گل به خودی اونجا به ثمر برسه. بلند رامین رضاییان فرصت داره، گوستاو بلانکو یه تکل جانانه از مدافع ذوب‌آهن. فریبرز گرامی بود که اونجا نذاشت بلانکو به توپ ضربه بزنه. فوق‌العاده بود حرکت استقلالی ها. طبیعی هم هست که خسته باشه. دوتا بازی ملی سنگین رو مقابل ایران و امارات با تیم ملی ازبکستان پشت سر گذاشت. ماشاریپوف یه لحظه اشتباه، فرصت دارن بازیکنای ذوب‌آهن، گل به ثمر میرسه. مجید علیاری کارو 1-0 میکنه و حالا استقلال باید تو دل این آشوب و آتیشی بره که ذوب‌آهنیا به پا میکنن. ذوب‌آهن 1 استقلال 0. ضربه تموم کننده مجید علیاری به این شکل دروازه خالدآبادی رو باز کرد. امون نداد مجید علیاری، یه شوت سرکش تور دروازه استقلال رو لرزوند و فعلا ذوب‌آهن از حریف پیش میفته. اینجا قاطی کردن سیلوا و سامان فلاح و مهاجم فرصت طلبی مثل علیاری تونست دروازه استقلال رو باز کنه. به جرأت میشه گفت اولین خطر جدی بود که روی دروازه استقلال اومد و همون توپ به گل تبدیل شد. هواداری استقلال هم آروم نمیگیرن، علیه مدیریت باشگاه استقلال دارن شعارهایی رو سر میدن. یه پاس به عقب خطرناک، دست باچه کار میکنن مدافعین استقلال. خدمتتون عرض کردم پرس بازیکن ذوب‌آهن کارو سخت کرده برای 3 مدافع استقلال که بخوام بازی سازی رو انجام بدن. توپو بر میداره، پا به توپ حرکت میکنه کاکوتا، همچنان صاحب توپ هست خود کاکوتا، یه تنه میزنه به قلب خط دفاعی ذوب‌آهن و توپی که به کرنر میره. قشنگ بود حرکت گایل کاکوتا در شرایطی که اسلامی یه پاس فرستاده شد. شلوغ محوطه جریمه ذوب‌آهن، گوستاو بلانکو تیر دروازه رو به لرزه در میاره. اسلامی میتونه شوت بزنه، خود اسلامی دفاع بازیکنای ذوب‌آهن. اینجا بود که بلانکو خیلی خوب توپو امیرحسین جدی، آذرباد یه حرکت تماشایی رو اونجا انجام میدن، فرصت دارن بازیکنای ذوب‌آهن. اینم گل دوم. گل دوم رو امید لطیفی میزنه. ذوب‌آهن 2 استقلال 0 و ذوب‌آهن 2-0 از حریف پیش میفته. چه گپی ایجاد شد در خط دفاعی استقلال و این ضربه تموم کننده. گوستاو بلانکو هم داره
زمین بازی رو ترک میکنه. علیرضا کوشکی برای استقلالی ها به زمین مسابقه میره. بعد از گلزنی به تراکتور و کسب 3 امتیاز مهم امید لطیفی برای ذوباهن، حالا این بازیکن به استقلال هم گل میزنه. سوت داور، حرکت کاکوتا با پای چپ تو به دیواره دفاعی برخورد میکنه. اندونگ از همونجا توپو بلند میفرسته. پارسا جعفری از دروازه بیرون میاد و توپو مهار میکنه. منطقه بازی رو عوض میکنه. ماشاریپوف، زکی پور ارسال از همونجا انجام میده. توپ به یه بازیکن برخورد میکنه و کرنر به دست میاد برای استقلال. و بازی که تا به اینجا 2-0 به نفع ذوباهن داره پیگیری میشه. سلیمان زاده، فرصت هست برای گل سوم. بازیکنای ذوباهن، علیاری تک به تک، اینم سومیش. 3-0 به نفع ذوباهن. پیروزی ارزشمند ذوباهن برابر استقلال. ذوباهن 3 استقلال 0. عنصر کشنده ذوباهنی ها مجید علیاری نتیجه بازی رو 3-0 کرد. کوک بازی کردن شاگردان محمد ربیعی تو نیمه دوم. امون استقلال رو بریدن و با 3 گل این تیم رو دارن شکست میدن. فوق العاده است این مجید علیاری، قاتل خاموش ذوباهنی ها برابر استقلال و پرسپولیس به حساب بیاد این بازیکن. پاس تماشایی که اونجا داده شد، ناهماهنگی بین مدافعین استقلال بازم کار دستشون میده. نیک نفس، کاکوتا، علیرضا کوشکی پا به توپ داره حرکت میکنه، به هم ریخته خط دفاعی ذوباهن رو. ماشاریپوف میتونه شوت بزنه. فکر کنم اولین ضربه استقلالی ها در چارچوب دروازه ذوباهن تو نیمه دوم بود. این ضربه‌ای که ماشاریپوف زد. 3 موقعیت تک به تک برای ذوباهنی ها به دست اومد. اینم سید حسین حسینی که اومد تا بازی تیمش رو از نزدیک تماشا کنه. حالا حسینی هم مثل هواداری استقلال کم کم داره ورزشگاه رو ترک میکنه. 5 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم. سوت پایان مسابقه رو زد استقلال در مقابل ذوباهن. بازی رو 3-0 واگذار میکنه. ممنونم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید. تا دیداری مجدد، خدا یار و نگهدارتون.